салом дӯстони гиромӣ, як шуморо ба канали Дунёи Забонҳо хуш омадед ва хайрамақдам мегӯям. Hello everyone and welcome to our channel Дунёи Забонҳо. Дарси 29 аст. Дуюм адади дарсҳоро фаромӯш мекунем. Дарси сеюм аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ аз китоби New Grammar Time 2. خب دوستانی که بار اول است در افیرهای ما اشتراک میکنن یا که ویدیوی ما را میبینن، New Grammar Time 1 2 3 4 5 دارد. یکش را ما تمام کردیم و اکنون در قسمتی در مجلد دوم این کتاب هستیم و درسی گذشته موضوع افیر گذشته زمانی حاضره دوامدار بود. زمانی حاضره دوامدار یعنی present continuous. خب یک لحظه دوستان موضوع رو بیاویم اول. خب همینجا بودن، در همینجا رسیده بودیم درسی گذشته. خب بلکسی سلام اکا دیوم لایک و علیکم سلام خوش آمدین. دلشاد تجا دیوم لایک علیکم سلام خوش آمدین. تشکر زیاد برای آمدنتان. دلشاد تجا معلم چه حال دارین؟ شکری خدا سازین خوبیم، شما سازین خوبین. خب دیگر وقت رو غنیمت میدونیم، در حال میگذاریم به تمرین ها. Read and complete the dialogue. یعنی میگوید این مکالمه یا گفتگو رو بخوان و پره کن. مکالمه در بین ریت و دیو. ریت میگوید Hi Dave, it's Pat. Hi Peter, what are you doing? یعنی تو چیکار کرده ای در حال. این تمرین ها عاید موضوع زمانی حاضره دوامدار هستند. دلشده جای من نفهمیدم. دویم لایک ایمانی میگن که ای فرهاد راستی وقتی لایک ها رو میبینیم بعضی وقت خیلی میشوه، یعنی وقتی میداریم افیر مثلا 2 لایک هست یا 1 لایک هست میجوخیم خیلی میکنیم که دویم ما هستیم مثلا، اما وقتی که شما زیر میکنین در همراهشون با 3-4 نفر دیگه هم زیر میکنن یا 2 نفر دیگه زیر میکنن یا 1 نفر دیگه زیر میکنن، پس اون نفر دیگری هم فکر میکنه که دویم لایک از اون وای است، این نفر شما هم فکر میکنید دویم لایک از اون شما است. بنابراین خیلی بعضی حالات ها میشه و مهم نیست چندم لایک از اون من و از اون شما است، مهم آمدنتون و لایک گذاشتنتون. تشکر زیاد برای حضور داشتنتون. علی خیرات پت، علی خیرات سلام علیکم و رحمت الله. خوب هستین اوچیتل؟ و علیکم سلام، شکری خدا شما خوبین؟ تنجین خوش اومدین علی خیرات، دیر باز نبودین. ویلکام. خب در اینجا دف در دویم چی میگوید؟ در دویم چی میگوید؟ وقتی که پیت گفت که what are you doing؟ تو چیکار کرده ای صدایی؟ خب در جواب دف چی گفت؟ من دیر موندم. نه همین نه سرکردیم نه سوال گفتیم که پیت گفت که what are you doing؟ تو چیکار کرده صدایی؟ خب دیو در جواب چی گفت؟ همین رو نویسین. اوسیا تجا سلام، چهارم لایک از من. و علیکم سلام، خوش آمدین اپای اوسیا. بلکسی علی خیرات علیکم سلام، چه حال دارین؟ دلشو تجا I watching TV نادرسته. بلکسی I watching TV نادرسته. اوسیا تجا خوش باشین، شما نیز خوش و سربلند باشین. خب I watching نادرسته. دوستان گرامی ما در موضوع present continuous قرار داریم، یعنی عین زمان عین حال ما چیکار کرده استیم. علی خیرات I'm watching TV. خب watching نادرسته. watching یعنی تلویزیون شوشته است. خب تلویزیون watching میشود، یعنی watching تماشا دارم. I'm watching TV. I'm watching TV. یعنی من تلویزیون تماشا دارم.
خب بعدا در جواب کی چی گفت؟ پت لکسی I watch TV نادرسته. دلشوت جه I watch TV نادرسته. I'm watching یعنی aynı zaman همون کار کرده استیم. علی خیرد C. خب said boy I watching نادرسته. I watch هم نادرسته. I watching نادرسته. I'm watching هازی من نویسمش. I'm watching. خب I am watching. خب انا خیلی نوشته می شود دیور هست نیست کمتر کلانش کنیم چه خیلی شد I'm watching I am watching اما اختصارش می شود I'm watching. خب دل شد تجه I'm watching TV درست بلکسی I'm watching TV I'm watch TV ندرست که بلکسی I'm watch TV ندرست I'm watching. خب یه پنزه میگه السلام علیکم و علیکم سلام و پای پنزه خوش آمدین تشکر برای آمدنتون. said boy what do you do زوی ندرسته what do you do. خب یه پنزه میگرن پنجم لایک تشکر زیاد برای لایکتون سمیت جه براسی پنجم لایک سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین تشکر برای پنجم لایکتون بلکسی I'm watching TV بله درست شد. said boy I'm reading a book رقم چند نویسین رقمش رو بمونه خوب میشه چوران رقم شماندگی معذرت I'm reading نه اینجا I'm دیگه نمیه بین قوس نگاه کنین she read نوشته she read. دلشوت جو what dying زوی. خب what نه ندرسته کی دلشوت جه سوال ندرسته. خب یک لوره رقمی 3 را گذاره نبود رقمی 3 بلکسی what doing زوی ندرسته سمیت جه 15 جون سوزن تینجن. خب دلشوت جه what does زوی do ندرسته. what does زوی do سوال درسته اما سوالی برای زمانی ساده های برای present simple اما حاضر present continuous است برای زمانی حاضره دوامدار چخیل میگیم what doing. خب یک کلمه دیگه نمیرسه بلکسی جمله تون همه کلمه هاش درستن در بین یک کلمه دیگه نمیرسه. what are doing زوی کی said boy جمله تون درسته همون are در همونجا غلطه ندرسته کلمه are رو عوض کنین درست میشه. خب what is Zoya doing بله درست شد شده جه بهترین what is Zoya doing یعنی زویا چیکار کرده است در حاضر بلکسی what is Zoya doing بله درست شد بهترین. said boy what is Zoya doing بله درست شد بهترین. said boy تشکر زیاد. دلشوت جه she's reading a book بله درست شد بهترین. چورم she's reading a book درست شد بهترین. رقم 5 بلکسی she reading a book بلکسی چی را فراموش کردین ویب تو بی را فراموش کردین. said boy she is reading a book درست بهترین. بلکسی she is reading a book بله درست بهترین.
خب رقم 5 علی خیرات are playing. خب جمله رو پورا نویسین که علی خیرات are playing یعنی جمله رو پورا نویسین. دلشو تجه Adam and I play basketball in the park. دلشو تجه جمله تون درسته فقط verb to be در همجا نمیرسه. کمبودی verb to be ای. Blexi Adam and I playing basketball in the park. درسته که بلکسی درسته جمله تون فقط یک verb to be نمیرسه. verb to be. خب دلشو تجه Adam and I are playing in the park. بله درست شد بهترین. تشکر. Sad boy پنجم Adam and I are playing basketball in the park. بله درست شد بهترین. Playing شما paying نویسین پرداخت کردن. Playing درست کردین. بله تشکر. لکسی Adam and I are playing. بله درست شد بهترین. خب رقم 6 بلکسی رقم 6 I is coming to نادرسته. verb to be را علیش کنین. بلکسی verb to be را عوض کنین. خب کی بار شد؟ بلکسی I is coming گفتیم درسته. دلشو تجه great I am coming. بله درست شد. great I am coming to درست شد. بلکسی I نادرسته. sad boy great Adam and I are playing to درست. چه نفهمیدم بس نه sad boy نادرسته. sad boy وای باید نقاب سنه که شما نویسین Adam and I وای جمله بلوگی بود او رو جواب دادین. تمام. رقم 6 جواب دین. بلکسی I am coming to. بله درست شد. I am coming یعنی من هم میایم. این در تاجیکی میگم که من میام خیلی باشه. من هم میام اما coming آماده استم مثلا میشه. من هم آماده استم مثلا. خب در اینجا تمرین رقم 8 میگه choose and complete یعنی انتخاب کن و پر کن. listen گوش کردن. visit مهمان شدن یا که دیداربینی کردن. dance رقص کردن. study آموختن درس گرفتن یا درس تیار کردن مطالعه کردن. do انجام دادن. watch تماشا کردن. write نوشتن. not talk یعنی گپ نزدن. خب از همین کلمه هایی که میبینین اینجا همش دیورانه listen همین کلمه ها را در همین گفتگویی که در اینجا هست یا که نامه هست در همین نامه جاهای خارجی در پر کردن در کار. مثلا در اینجا میگه dear Max it's 4 o'clock I am bored یعنی ساعت 4 است من خسته هستم. Zoe is here but she is watching a show on TV. زوی در همین جا هست لیکن وی برنامه را در تلویزیون تماشا دارد. خب شی خب در اینجای خالگی نویسین رقم 2 she
she not talking to me. She not talking to me. بله درسته. اشکی she is not talking. She is not. دلشوت جه. She is not. She is not talking to me. Yani ki she isn't talking to me. She is not talking to me. She is not. Yani ki she's not talking to me. بله. خب she's not talking to me. کار کی خب جای خالگی رقم 3 کار کی کارکی to music and he خب to music در اینجا چی طوری میگیرد کدام کلمه لکسی listening بله درست فقط listening تو خانه یعنی پیش از listening چی میاد کدام ورب تو میاد دل شده جه کارکی listening to music خب هر دو طوری نوشتیم فقط بگم که ورب تو بی را فراموش کرده این کدام ورب تو بی در اینجا میاد کدام ورب تو بی میاد در اینجا Corky is listening بله Corky is listening to music یکی Corky is listening to music بله درست شد چهارم میگه که کارکی موسیقی گوش کرده است و باز چی و funny bird خب در اینجا چهارم he visit funny bird he dance funny bird study funny bird he does funny bird he write funny bird Corky's dancing خب Lexi Corky's dancing he's dancing بله درسته he's dancing درست and he's dancing بله درست که Lexi دلشوت جه درست بهترین خب در سرخون به همی جایم تشکر رقم 5 چرا کار کردیم رقم 5 Dave isn't here he خب جای خالگی his granny he he's visiting بله درست said boy he's funny bird خب funny bird در بین قوس هست اما در اینجا he's dancing می شود he's dancing Dave isn't here he is visiting his granny بله درست بهترین Peter and Jenny for a test and I خب در این رقم 6 چی میاد رقم 6 یعنی بعد از Dave isn't here he Peter and Jenny Dave isn't here he is visiting his granny خب فهمو بالا رقم Peter and Jenny are studying for a test and بله are studying درست شد بهترین and I رقم 7 he is visiting his granny بله درست Jenny Peter and Jenny are studying میشه کی بلکسی are studying خب
اوچه سومه خانوادان سلام و علیکم سلام، خوش آمدین. Lexi are studying. بله درست شد، بهترین. عبدالباسط عبدو لایک ابخاب استوا، سلامت باشین، تشکر زیاد، تشکر برادر عبدالباسط، خوش آمدین. امید نظرف سلام و علیکم سلام، خوش آمدین. خب رقم 6 جواب دادیم. And Jenny are studying for a test and I رقم 7 and I am writing an email to you. بله درست شد. رقم 8 writing درست. set boy black sea درست. امید نظر سلام و علیکم سلام، خوش آمدین. خب رقم 8 جمله سوالی هست. جمله سوالی What are you doing today? What are you doing today? What are you doing today? بله درست شد، بهترین. دلشد تجه تشکر. بلکسی What are you doing today? درست شد، بهترین. بلکسی تشکر زیاد. خب اینجا تمام شده. 8 داشت. خب یک لحظه. خب write میگوید بنویس. write an email to a friend میگوید که یک نامه بنویس، خط کن، یعنی ایمیل کن. ایمیل هم به معنای فعل، در اینجا به معنای فعل آمده است، یعنی یک معذرت به معنای اسم است، یعنی write an email یعنی یک نامه، یک ایمیل بنویس به دوستت. write about what you your family and friends are dying or not dying now. میگه با دوستت یک نامه بنویس، یک ایمیل کن درباره خودت و عائله خودت و دوستانت چیکار کرده ایستادن حاضر یا اینکه چیکارا انجام نداده ایستادن حاضر، یعنی الان. Use brains email in exercise 8 as a model یعنی برای همچون نمونه مثال ایمیل برینز رو استفاده کن. ایمیل برین رو استفاده کن، یعنی همین رو در نظر داده. برین وقتی که ایمیل نوشته ایستاده است. خب در اینجا دیر مثلا فلان فلان نامی دوستت رو میگیری، ایتس فلان فلان، مثل همین میگه که یک ایمیل بنویس مثلا. خب در اینجا موضوع نو نیست، اما present simple or present continuous یعنی زمان حاضره ساده یا زمان حاضره دوامدار. یعنی فکر میکنم فرقیت های اینها رو در اینجا برای ما بیان میکند، اما این رو پگاه گیریم بخاطر که موضوع دراز است، هیچ محل در 10-15 دقیقه تیار نمیشود. چی گفتیم دوستانی عزیز؟ 1-5-10 دقیقه دیگه صحبت کنیم، بعد به همین افیر امروزش قطع کنیم، بعدا باز پگاه از موضوع نو آغاز میکنیم. خب السلام علیکم و علیکم سلام اپای ستارما، خوش آمدین. خب بله معلم فراهم کنیمش میشود فردا، ها مثلا فردا بکنیم میشه، فردا و فردا رمونیم شام. اوچه سمیه خون اکا گاب زنیم ممکن؟ بله بفرمایین. دیگر مرحمت گاب زدم که تو ساعت 10 گاب زنیم اگر گاب داشته باشیم، اگر نداشته باشیم بعدا قطعش میکنیم. اوچه سمیه خون در خفو خواب شیشتم خواب نشینیم، بفرمایین گاب زنیم. چهار نفر حضور دارن امروز، خیلی آدم کم. یک نفرش خودم هستم و دیگه کانالم دنیای روسی. خب دیگه‌مش اگر دلشو تجه باشه، سیمش اوچه سمیه خون، چهارمش
خب بخیر انشالله. دلشد تجه بخشی مالیم تینو نوشتگیم رو دیگر میکنم. چه نفهمیدم تینو نوشتگیم رو دیگر میکنم. نفهمیدم. Sad boy dear teacher بفرمایید. Welcome sad boy. دلشد تجه معلم رحمت کلام سلامت باشین. اما گفت نفهمیدم دلشد تجه معلم تینو نوشتگیم رو دیگر میکنم. خب لکسی دلشد 12 I'm 12 sad boy 4 okay thank you sad boy رحمتی کلام سوزی. دلشد تجه تینو هسته کو در کلاویاتور توغری مینگفه در کلاویاتور تلفن نه روسی من نمیدونم این معلومات خبر ندارم که اگر معلوماتی مفید باشه بگین ما هم استفاده کنیم. بلکسی دلشد با آتون 5 سد باید 4 دلشد تجه بله وای چخی دای تینو یعنی تینو هسته در همه تلفن ها یا که در تلفن های مخصوص یا که برنامه مخصوص باشه. خب 3 نفر شد با انا خب دیگه وقتتون رو نمیگیریم خیلی باشد دوستان گرامی شاید که مردم کار دارن انا از پای کارشون شوند باز فردا انشالله با صحبت دوام میتیم. دلشد تجه در همه تلفن ها هست در کامپیوتر هست نمیدونم لیکن در یوتیوب نویسین میفهمید. خوب انشالله می نویسیمش چی میکنیم. آشای سمیخون معلم خیر پناهتون به خدا خوبی رحمانی سلامت باشین. تشکر زیاد برای دستگیریاتون. خب دوستان گرامی تشکر برای اشتراکتون و دستگیریتون. موفق و مؤید و سربلند باشین. ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. بای بای good night see you tomorrow. افیر قد میکنیم.